یکی دیگه از سوالاتی که خیلی از مؤدیان دارن مهلتیه که برای تسلیم و تکمیل و اصلاح و استرداد اظهارنامه هاشون خواهند داشت. حسب ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ماه بعد از هر دوره مالیاتی خواهد بود. در اجرای ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تا پایان ماه بعد از هر دوره این امکان رو دارند تا نسبت به اصلاح و الحاق و تکمیل اظهارنامه و استردادش به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. لذا برای دوره زمستان سال 1402 مهلت تا پایان فروردین ماه سال 1403 خواهد بود. برخی دیگه از مؤدیان دغدغه اینو دارن که به واسطه اینکه اولین دوره‌ای هست که اظهارنامه ها داره تسلیم سازمان امور مالیاتی میشه، شاید این مهلت کفایت نکنه. این موضوع در سطح سازمان در حال بررسیه و به صورت روزانه در حال رصد هست و همه تدابیر لازم توسط سازمان امور مالیاتی برای اینکه هیچ گونه آسیبی به مؤدیان در این دوره نرسد رو حتما در نظر خواهد گرفت و اگر لازم باشه در مهلت‌های قانونی و با اتخاذ از مکانیزم و مزایای قانونی حتما تمدید مهلت‌ها هم اطلاع رسانی خواهد شد. لکن در ابتدای امر مهلت قانونی برای اصلاح، تکمیل و الحاق اطلاعات به اظهارنامه و استرداد و ارسال اون به سازمان مالیاتی تا پایان فروردین ماه سال 1403 خواهد بود. نکته دیگر این که خواهش